همین در ترازو کار کردن استاد درسته؟ در ترازو آه همین مثال ترازویه که آدم خودشون نمیسنجن کو برمیکشن. هیچ گپی ندارد. اگر ترازو دروغ نباشد، فریب نباشد، اجازت است. آنی که در قرآن مذمتش آمدگی است، آنهایی که برای دیگه کسا برکشن سبک کرده برمیکشتن. یعنی ترازوهاشون ترازوهای فریب است. ترازوهاشون ویران کرده موندگی که بجای اینکه 1 کیلو برکشد چی برمیکشد 9 کیلوی مثلا 900 گرم یا 990 گرم برمیکشد یا 950 گرم برمیشد. بیشتر بنزین فروش ها رفتن از زوادها چی بانکه های 9.5 لیتر زکاس کرمی اومدن. او چشم کدی دیده نمیشد 9.5 لیتر کدی 10 لیتر جدا کرد. پیش پیستلت کدی نبود بنزین ها دستکی میریختن. بانکه های 9.5 لیتر زکاز میکردن رفته به زواد. ظاهرش 10 لیتر است. 10 لیتر کتی 9.5 لیتر فرقش به نمیرد آدم چشم عادی کتی. یا اینکه میرد شیشش غوص میکند از داخل، بیرونش 1 کیلو داخلش تنگ است. یعنی نیم لیتر کم بنزین از همون کار میکرد. اینا نادرست است. اینا فریب است. یا مثلا بعضی برنج فروش ها مثلا 30 تن برنج می آورد 1 تن نمک اضافه میکرد است یا نیم تن. بعد برنج از نرخ دیگرها ارزان میفروشد. ما حیران همین برنج همین هم است با فلان نرخ آورد ما هم داره چی ارزان فروخت شده است من نمیدونم. برای اینکه نمک آمیخته کردگی نرخ نمک به نرخ برنج فروخت شده است. یعنی در ترازو وقتی آدم 50 کیلو برنج میگیرد 20 کیلو برنج میگیره و این نمک سفید است و چشم نمینمود خاصتا به این تونه زیاد آمیخته کرده. اینو یک نوع از ترازو زدن است. اما می آدم ترازو کتی برکشیدید یا بارش برکشیدید و حق ترازوتون گرفتید یگان بحثی نیست در این. مگرم اگر کسی گفت که این کار گناه است دلیل باید بیارد. الاصل فی البیع الحل، اصلا خرید و فروش حلال است. تمام نمود خرید و فروش ها اصلا حلال است. کسی حرام میگه باید دلیل بیاره.